فامیلای ما و شما از صبح تا شام برو تلفن در دستش هست، اما در تیک تاک برو بالا بیا پایین. میره یک دفعه خودش هم خسته میشه، خود چیزی نه، باز یک دفعه میره، باز در دل خود میگه خب بس از دیگه چیز نبود، باز یک دفعه معتاد شده. اگه بگی معتاد سرش بد میخوره. من ما این خانه بعضی آدمای میان معتاد از مثلا چرس میکشه اینا، این چرسی بعد سعی میکنه. خب این بعد از این کلمه تو کشیده رشته میره، نامش سرت بد میخوره ولی کشیده رشته. یعنی آدم اگه بگه آفرین پروفسور خوب استی که چرس کشیده بری. بعضی انسانا رو برستی براتون میگم، اگه شما بگین خر سرش بد میخوره، او من خر میگی، ولی پالان بنداز خرسواری که چی آفرین برشم چه قادم تو ولی چیار بده نیست، همون خرسواری کله چیزی که در ملت جریان داره. اگه گفتی خر سرش بد میخوره، ولی اگه مثل خر استفادهش کنی القاب دیگه برش بگی خوش است. از امروز بین از این احتیاط خدا بکشیم. به خدا اگه هیچی بر ما بده. شما خود درس میخونین درگیر نیست، اما خانه رفتین از این کسایی که از بوق از این فیسبوک، تیک تاک یا هر شبکه اجتماعی دیگه مثلا 1 سال 2 سال